از کتاب، از چی از خیال تخیلی همینه ایجاد میکنیم. بعضیش با ماه مانند، بعضیش با اسب، بعضیش با یک شیر مانندی دارد، ممکن بعضیش با یک اژدها. این چیزهای افسانه‌ای، یعنی که تخیلی ما هست که وقتی که لایه بر دست میگیریم در یک وقت میخواه و خیالات بمیریم که در خواب شب ممکن همین چیزها پیدا میشن. ممکن همین حاضر وقت قریب بود که این کس همین از بین رفته بود.